درس 16 رسیدیم. درس 16 و درس آخری هست در کتاب انشاءالله تعالی که کفر و طاغوت است. این عالم میگه بسم الله الرحمن الرحیم و افترض الله علی جمیع عباده. الله سبحانه و تعالی میگه فرض کرده بالای تمامی بنده ها الکفر بالطاغوت و الایمان بالله. فرض کرده که اول انسان کافر به طاغوت شود، سپس به الله ایمان بیارن. چرا در آیت قرآن است فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، یعنی اول باید لا اله بگویی، کافر به طاغوت شوی، بعد از بگویی الا الله. اینال در اینجا در تعریف طاغوت که طاغوت چی هست، علامه ابن قیم جوزی رحمه الله تعریف میکنه طاغوت برای ما شما. میگه که طاغوت چی هست؟ میگه ما تجاوز به العبد حده. طاغوت این چی هست؟ آنچه که یعنی وقتی که یک بنده از حد خود تجاوز میکنه، من معبود، از معبود، از بنده هایی که خود معبود برای مردم معرفی کردن، و یا مطبوع هستن، یا کسایی هستن که از حد خود تجاوز کردن، فتواهایی دادن که مردم از اینا متابعت میکنن. این هم طاغوت است. قسم سوم مطاع هست، اشخاص هستن که اینا قانون میسازن ضد شریعت الله و مردم از اینا اطاعت میکنن و مردم هم میگن که بر ما اطاعت بکنین. پس اینجا طاغوت بر ما و شما معرفی کرد که 3 قسم طاغوت است. اینال طاغوت 3 قسم شد. اول طاغوت مطاع را میخوانیم، باز طاغوت مطبوع را میخوانیم، باز طاغوت معبود را میخوانیم. قسم اول طاغوت مطاع هست. طاغوت مطاع کی هست؟ میگه انسان‌های سرکشی هستند که به عوض احکام و شریعت الهی قوانین و دستورهای از خود میسازند و بر مردم تحمیل میکنند. اینال کسای هست مثلا فرعون قانون میساخت ضد شریعت موسی علیه السلام و مردم هم میگفت که شما باید عوض شریعت موسی علیه السلام از ما پیروی بکنین. این شدن، این طاغوت شد. یا مثلا مشرکین قریش در دارالندوه قوانین می ساختن که او ضد امو احکام و اوامری که در بین از اینا از ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام مانده بود، اینا هم طاغوت شدن. مردم قانون می ساختن در دارالندوه که ضد شریعت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام بود. پس اینا طاغوت چی بودن؟ مطاع بودن. بعد از اسلام مثلا امروز ما و شما کسایی رو میبینیم که مثلا روس قانون میسازه ضد شریعت الله. قانون سازهایی که در روس هستن اینا طاغوت هستن. و اینمی قسم قانون سازهایی که در امریکا هستن، قانون سازهایی که در ملل متحد هستن، قانون سازهایی که در حقوق بشر هستن، قانون سازهایی که در فرانسه، در اروپا هستن، در افریقا، در هر جایی که قانون میسازن که قانونش ضد شریعت الله هست، چی در کانگرس باشه، چی در پارلمان باشه، چی در حکومت باشه، چی در شورای وزیرا باشه، چی در کابینه باشه، هر قانونی که تصویب میشه که ضد شریعت الله هست، بناهن این قانون ساز چی هست؟ این طاغوت است. وقت مردم که از این اطاعت میکنن پیروان اینمی طاغوت هستن. این طاغوت مطاع میگن. میشه به شکل یک پادشاه باشه، مثلا فرمان صادر میکنه که در مملکت من مثلا رقص باید رقاصه ها اینجا چی شوه آورده شون و ایره امضا کنن و رقاصه ها بین و برقصن و اینجا مثلا برهنه شون. بناهن با اینمی فرمانی که صادر کرده در حقیقت یک فرمان تقنینی هست که در این مملکت قابل تطبیق است. اینال فرمان از این پادشاه سبب میشه چون در فرمانش ضد شریعت الله هست. الله زنا را حرام گفته، این برش میگه که جایز است، اباحت داد. حرام الله رو چی کرد؟ حلال ساخت. یا شراب است مثلا ممنوع هست، این میگه نه در مملکت ما شراب اجازه هست که مردم بخورن. بنا چیزی که الله حرام کرده این فرمان اباحت است داد. چی به نام پادشاه باشه، چی به نام رئیس جمهور باشه، چی معاون رئیس جمهور باشه، چی وزیر باشه، چی رئیس حکومت باشه، چی هر کسی که باشه، یا خان منطقه است، یک خان است، مثلا یک قانون جور میکنه که در جایی که من مثلا خان در قبیله که من مثلا رهبرش هستم، سردارش هستم، بناهن در این منطقه مکه است، اینی قانون است و قانونش اکسایل میکنه که ضد آیات قرآن، ضد شریعت الله هست. حلال حرام کرده، حرام حلال کرده و به این شکل قوانین ساخته است که این قوانین ضد شریعت الله است. بناهن
اینمی کسی که قانون میسازه این انسان سرکش، طاغوت از کلمه طغیان و سرکشی گرفته، یعنی در امر الله سرکشی میکنه، امر الله را، شریعت الله را تغییر میده و به ضد از قانون دیگه میسازه. این طاغوت مطاع میگن، به هر لباس هر کسی که باشه. قسم دوم طاغوت مطبوع هست. طاغوت مطبوع کی هست؟ اینا علما و رهبران دینی اند که صلاحیت حلال و حرام را به دست گرفتن، مطابق خواسته های نفس خود حلال را حرام و حرام را حلال می سازن، مثل علمای یهود و علمای نصارا. اینال امی علمای یهود و راهبایی که در نصارا بودن، اینا چی کردن؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. مثلا اینا چی میکردن؟ یک شراب حرام است، اینا میخواستن فتوا میدادن که پروانه داره شراب بنوشین. زنا حرام است، اینا فتوا میدادن که چی هست؟ حلال حرام میساختن، حرام حلال میساختن. قرآن عظیم شان یا را معرفی کرده و میگه اتخذوا احبارهم، یا احبار میگفتن و رهبان، امیر رهبانای نصارا بود، احبار علمای یهود بودن. میگه اینا را ارباب گرفتن. ارباب چی است؟ ارباب جمع رب است و رب به معنای خلق کننده، روزی دهنده، شفا دهنده، حفظ کننده، تعیین کننده احکام است. اینالیا اینمی عالمای خود ارباب قرار دادن، یعنی گفتن که شما میتونید برای ما احکام تعیین بکنین، بنابراین یا ضد شریعتی که برشان بود یا چی میکردن؟ فتوا میدادن. از حذیفه رضی الله تعالی عنه سوال شد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی آنان احبار و رهبان خود را بغیر از الله ارباب گرفتن، آیا آنان علمای شان را عبادت مینمودند؟ آیا اونا را عبادت میکردن؟ فرمود نه خیر، وقتی برشان چیزی میگه اونا را عبادت نمیگه، برشان رکوع سجده بکنن، ولی اونا وقتی که چیزی که حلال، چیزی را حلال مینمودن آن را قبول میکردن، و وقتی چیزی را برشان حرام میکردن قبول میکردن. وقتی که عالمان میگفتن که شراب نص هست که شراب حرام است، یا عالمش فتوا میداد که شراب حلال هست. یا مثلا یک عالم هست که مثلا میگفت دوستی با کفار کس، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا دوستان نگیرین. یا مثلا در قرآن گفته هست که شما یهود و نصارا و کافرها را دشمنایتان هستن، با آنها دشمنی بکنین، اونا دشمن قرار بدین. یک عالم میخواد فتوا میده که نه، ما بر از اینا دوستی میکنیم و ما میخوایم که از اینا رابطه داشته باشیم، ما میخوایم که چی، او کتش میجنگه، دشمن الله و دشمن رسولش است. این میگه که چی هست؟ ما با امرای ازی بر ازی فتوا میده. در خاتمه امی آیت الله سبحانه و تعالی میگه و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. الله برشان گفته بود که باید اینا اله واحد عبادت بکنه. از این معنایش است که اینمی که کسی شریعت الله را تغییر میده و کسی از او پیروی میکنه، در حقیقت او را الوهیت داده. رهبان که میگفتن، رهبان جمع راهب بودن. نصرانی ها احکام الهی را که در انجیل بیان شده بود فراموش کرده، قوانینی را که راهبان تصمیم نمیدن پیروی میکردن. راهبان میخواستن فتواها میدن، هر کسی که سرکشی کند و فتواهای غلط دهد ضد شریعت که پیغمبرها او را بیان کرده، این طاغوت است. خواه علمای یهود باشه یا علمای نصارا باشه یا کشیشا باشه و یا هم حتی علمای اسلام. اگر یک کسی در بین علما پیدا میشه فتوای میخیزه میته که او فتوای از او ضد قرآن هست و ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، این خود به خود به طاغوت تبدیل میشه. این طاغوت باز چی میگن؟ این مفتی که فتوای غلط میته این طاغوت مطبوع میگن. این طاغوت مطبوع میگن، چرا مردم از این باز متابعت میکنن. و او کسی که قانون میسازه ضد شریعت الله او را طاغوت مطاع میگفتن. قسم سوم طاغوت معبود است. اینا کی هستن؟ طاغوت معبود مخلوقات هستن که دیگرها به عبادتشان دعوت میکنن. دیگرها را میگه ببین به من عبادت بکنید، به من رکوع بکنید، به من سجده بکنید. این فرعون میگه من نمیفهم اله من دون، به غیر از من اله برای شما نیست، معبود نیست، باید شما برای من عبادت بکنین. پس مردم وقتی که فرعون میامد و مثلا پادشاهای فارس میامد، مردم برشان رکوع میکردن، سر خدا خم میکردن، در پای از اینا سجده میکردن. اینا چی هستن؟ اینا طاغوت معبود هستن. اینا طاغوت معبود خواه اینمی شخصی که برش عبادت میشه، وقتی که از عبادت کننده راضی شد، در زندگی خود راضی بود، این به طاغوت مبدل میشه. اینا مثلا پیش روش یک کسی عبادت چه میکنه؟ سجده میکنه،
یا خودش برش میگه که این برای عبادت بکن، این هم طاغوت است. یا مثلا خودش نمیگه، بلکه چی میکنه؟ بلکه یک کسی در مقابلش یک عبادت هم میکنه، این نهیه نمیکنه، منع نمیکنه، پس این هم طاغوت گفته میشه. بنابراین طاغوت دو قسم است، یکی که مردم به طاغوت معبود یا ای که مردم به عبادت خود دعوت میکنه، یا طاغوت معبود او هم گفته میشه که مردم برای عبادت میکنن. و طاغوت معبود این هم گفته میشه که مردم صفات الله را برش میته و این قرار ساکت است، نمیگه برشان که این خود صفات الله هست، یا خودش ادعا میکنه که من علم غیب دارم، یا ای که مثلا دیگرها برش میت علم غیب و این صفات برش میتن، اینا بازی قرار آرام شیشته و خدا چوب گرفته، پس این طاغوت معبود است. اینا ما شما سه قسم طاغوت شناختیم: طاغوت مطاع، طاغوت متبوع و طاغوت معبود. طاغوت مطاع قانون سازی هست که ضد شریعت الله قانون میسازه، و یا تطبیق کننده قانونی هست که ضد شریعت الله، قانونی که ضد شریعت الله است تطبیق میکنه، پادشاه هست، رئیس جمهور است، خان است، سردار است. و یا کسی که قانون ضد شریعت الله را ضد شریعت الله قضاوت میکنه، قاضی هست. اینالی ارسش طاغوت گفته میشن. طاغوت مطاع قانون ضد شریعت الله میسازه، قانون که ضد شریعت الله است تطبیق میکنه، و قانونی است که ضد شریعت الله است، مطابق از این قانون ضد شریعت الله این قضاوت فیصله میکنه. یعنی اینا طاغوت مطبوع گفته میشه، مطاع گفته میشن. طاغوت مطبوع او کسایی هستند که حلال حرام میسازن، حرام حلال میسازن. الله یک چیز را حلال گفته، این میخزه فتوا میده که حرام است. الله یک چیز را حرام کرده، این فتوا میده که این حلال است. این طاغوت چی شد؟ این طاغوت مطبوع گفته میشه. همچنان یک کسی از میخزه فتواهای به مزاج طاغوتای مطاع میده. طاغوت مطاع مثلا با امرای دشمنای الله میخواد دوستی بکنه، این میخزه برش فتوا میده که خوب میکار میکنی. طاغوت مطاع میخزه زنا را میخواد که رواج پیدا بکنه، این طاغوت مطبوع فتوا میده که این خوب کار است، قمار خوب کار است، یا زنا خوب کار است، یا این سیاحت، این زنا و شرابی گپاک است، ما از طریق پیسه پیدا میکنیم، خوب کار است. بنابراین همیشه طاغوت مطبوع که هسته تا تحت زیر دست طاغوت مطاع می باشه. این برش امر میکنه ما اینی کار میخوایم، اینی ضد شریعت الله، اینی قانون میسازم، اینو میگه تو برش فتوا داده، برو فتوا بده، فتوا بده. اینا یا طاغوت چی هستن؟ مطبوع هستن. طاغوت معبود خیلی قسم سوم کسی هست که مخلوقات مثلا برای از صفت از صفات الله را میده، مثلا برای از الوهیت میتن، برش میرن سجده میکنن، اقرار چه پیشش، برش رکوع میکنن، اقرار چه پیشش، برش دعا میکنن تو علم غیب داری، اقرار چه پیشش. و یا ای که خودش مردم میگن که به من عبادت بکنین، من علم غیب میفهم، مثل جادوگرا و فالبینا. بناهن پیرهایی که شیشتن و مردم برشان سجده میکنن، این پیر به طاغوت مبدل میشه. کدام طاغوت؟ طاغوت معبود. و او جادوگر و فالبین و تعویذگره که مثلا ادعا میکنه که من علم غیب میفهمم یا من تقدیر تغییر دادم میتونم، اینالی هم چی هست؟ این هم طاغوت چی هست؟ طاغوت معبود گفته میشن. اینالی کفر به طاغوت و ایمان به الله معنای کلمه است. یه عالم یا قاعده میدن و میگه و هذا هو معنی لا اله الا الله. میگه معنای لا اله الا الله چی است؟ کفر به طاغوت و ایمان بر فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، میگه اینمی آیت قرآن است. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله میگه این معنای لا اله الا الله هست. لا اله فمن یکفر بالطاغوت الا الله و یؤمن بالله. پس اول باید لا اله بگوییم، اول تمام طاغوت‌های معبود و طاغوت‌های مطاع و طاغوت‌های مطاع و طاغوت‌های متبوع معبود، طاغوت‌ها را کلشان نفی کنیم، یکیشم نه هر سهشم. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که به طاغوت معبود و طاغوت مطاع و به طاغوت متبوع کافر شد، و یؤمن بالله و ایمان به الله، لا اله، این طاغوت‌ها کلش نفی میشن. هیچ کسی مستحق عبادت نیست، هیچ کسی مستحق قانونگذاری نیست، هیچ کسی مستحق حلال و حرام ساختن نیست. اینا ای کسی مستحق نیست. این کل طاغوت‌ها را نفی میکنی. انال و یؤمن بالله، باز از او ایمان به الله میشه که باز میگه که الله که رب العالمین هست، او مستحق عبادت است، مستحق اطاعت است، و حلال و تعیین حلال و حرام همش
از جانب الله سبحانه و تعالی هست. این عالم میگه و هذا هو معنی لا اله الا الله و فی الحدیث رأس الامر الاسلام، میگه در حدیث آمده است که رأس امور اسلام است و عموده الصلاة و عمودش یعنی نماز است و ذروة سنامه الجهاد فی سبیل الله و بلندترین کلیش چی است؟ جهاد فی سبیل الله هست. و علامه شنقیطی رحمه الله میگه که در تفسیرش به نام اضواء البیان میگه که ان الکفر بالطاغوت رکن فی الایمان، کفر به طاغوت رکن در ایمان هست. یک رکن از ایمان چی هست؟ کفر به طاغوت است. و قید له، و این قید است که تو باید اول فمن لم یکفر بالطاغوت لم یحقق الایمان، میگه اگر این قید است که باید تو به طاغوت چی شوی؟ کافر شوی. بناهن میگه اگر کسی به طاغوت کافر نمیشه، میگه این ایمان بر ازی بدست نمه. چرا اول باید نفی کنی از کلید تمام کثافات طاغوت، اطاعت از طاغوت دور کنی، بعد از او ایمان بر تو نصیب میشه. در غیر از او باز میگه ایمان ثابت نمیشه و ایمان و دستتون نمیه. مثال های طاغوت ها چی هست؟ میگه با طواغیت و کثیرون، میگه طاغوت ها بسیار زیاد است و رؤوسهم خمسه. در رأس از این طاغوت ها 5 تا. اول ابلیس لعنه الله هست. ابلیس است که ابلیس چی هست؟ ابلیس مردم به اطاعت و عبادت خود ضد شریعت الله دعوت میکرد. این میگه خیست ضد حکم الله. پس بنان یک طاغوت بسیار خطرناک است. دیگه از طاغوت ها و من عبد و هو راض، یک کسی عبادت میشه و او از اما عبادت کردن مردم در پایش خدا میپرتن، مردم برش رکوع میکنن، قرار راضی هست از این کار. این هم میگه طاغوت است. مثال دیگهش و من دعا الناس الی عبادت نفسی. قسم سوم میگه مثال سومی است که مردم دعوت میکنه به عبادت خود که بیاین بر من عبادت بکنین. چهارمش و من ادعا شیء من علم الغیب، میگه هر کسی که ادعای علم غیب میکنه، مثل که بسیاری از کسای هستن که ادعای علم غیب میکنن، خصوصا جادوگرا و فالبینا و اینا که هستن زیاد ادعای علم غیب میکنن. و پنجمش و من حکم بغیر ما انزل الله، اینا هم در جمله طاغوت هستن، کسانی که بغیر از ما انزل الله به قوانین بشری ساخته بشد، مثل که دموکراسی است، حکم مردم توسط مردم برای مردم، یا مردم سالاری میگن. این حال هر کسی که بغیر ما انزل الله حکم میکنه، این هم در جمله طاغوت هست. چی؟ حکم به ضد الله، به هر قانون که باشه، هر قانونی که ضد شریعت الله بود، به این حکم او قانون اساس حکومت خود قرار داده، این به چی تبدیل شده؟ به طاغوت مبدل شده هست. والسلام علیکم. خب و دلیل قوله تعالی، و دلیلش میگه یک آیت قرآن است: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اینه میگه دلیلی که ما اینا گفتیم، دلیلش است که الله متعال میگه که فمن ایمان من شرطیه هست. میگه پس هر کسی که یکفر کافر شد به طاغوت، به شرطی که یک کسی کافر به طاغوت شوه و بعد از او ایمان به الله بیاوره، باز اینی میگه چی است؟ فقد استمسک بالعروة الوثقی. اینی شخص واقعا به قرآن تمسک ورزیده هست. در غیر از اوی دیگرها که هستن که کسی به طاغوت کافر نمیشه، باز او به امید دین الله تمسک نورزیده هست. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حمد و ثنا و صفت است به الله سبحانه و تعالی که برای ما و شما توفیق داد که این کتاب الحمدلله ختم کردیم. ان شاء الله ما کتاب‌های دیگر رو بخیر به سلسله ازی ما و شما خوانده میریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.